سلام بچه ها، قراره امشب رو بتر کنیم با حضور احمد و بابک. آقا امشب قراره یه شب تا صبح تو استخر بمونیم با چالش‌های خیلی خفن. آقا آذوقه محدود، غذا کم. من تنها کاری که تو استخر امروز انجام نمیدم انگشت است. دوستا از همین الان بگم تو آب نرینین، تو آب نشاشین. میخوایم یه شب استال امیر کوچولو رو بده تو، امیر کوچولو رو بده تو، امیر don't touch your dolala baby. یوتیوب this is my dolala مال خودم. پامونه گذاشتیم، انگشت شست پامون رفت تو آب. دوستان نمیتونین بیایم بیرون. تلمبه بزنیم. تلمبه میز امیر قرار تلمبه هم بزنه. تازه کلی تجهیز اومدیم. قایق گرفتم. احمد چی کردی امیر؟ احمد 1,900,000 تومان. دو سولاخه. امیر تو هر سوراخی میبینی باید نفوذ کنی بهش. تنها پاروه. استخر چقدر سوراخ داره؟ کی اول تلمبه میزنه؟ من تلمبه‌ام خوبه. از زمین یکم بادش کمه، من اول مال خودمو میزنم. آقا تو شما تلمبه بزنین من برم آذوقه بیارم. منم برای امیر تلمبه میزنم. امیر بیا اینو بگیر بادش در نره. به به آذوقه آوردم که وسط کالیفرنیا همینجور غذایی گیرتون نمیاد. بد احمد جون با تبد ولی بازش نکنین، دستش نمیذارین تا خودم بازش کنم. بذارم برای کی؟ کارو بگیر. ویلا رو بگیر. امیر جون نظر راجع به ویلا چیه؟ کی گرفته؟ منو بابک. یکی تو. بابک. احمد میخوای چی بگی باشی؟ آسفالت از بیا ساخت. قوانین فیزیک برای راحت تر شدن. تلمبه. عمقه استخر چند متر امیر چند متر عمقه 1.80 چند 95 امیر بابا نزن امیر خیس از این به بعد من قول میدم دیگه. قول بیان بدین. دم کیورتون نمیزنم. انگشتم نمیکنم. قول بده وگرنه انگشت. کارو بگیر صداش این از صداش معلومه کار خیلی خوبه. آیه تو یه شلپی بنداز روش. هم بکشه. یه پیام بازرگانی ببینید تا برگرد. بابا خب بگیرش. باد نزدیم. باشگاه نمیرم زورم کم شده. سلاطین کلش هم برامون گاز دادن. همیشه یه نفر فرق کلش هم داره. گاز دادن. اون منم. اسکلتری امیر کل روز منتظر این لحظه بود. نه اسکل در میاد. آبش چطور امیر؟ اول شت وایس من برم شرمارک بپوشم. این میزنه بالا بنده وسطمون معلوم میشه. امیر الان از وسط یعنی امیر مرغابی کارو بگیر. نه ای جان تست کیفیت این حلقه‌های بادی آمریکاییمون رو داری؟ خیلی خوب بود. ببینم اون دوستانی که گفتن یه شب تا صبح تو استخر بگیر کجا یعنی دقیقاً چه گویی باید بخوریم تو استخر؟ دیگه نمیام اومدم چنای درجه یک. خوش به حالت امیر قدرت حاجی میخوام برم اونجا یه چالش دارم براتون. از همین الان هیجان میخوام ببرم بالو در حد خدا. بچه‌ها الان میگیر به کسی وقت نمیاد. عمقش خوبه پام نمیرسه زمین. امین پاتو به دستم. آها باید یه قطار دوناتی تشکیل بدی. بیا دیگه. امیر داری چیکار می‌کنی؟ وایسا ببینم. خودکار می تو جیبت داشتی. این چیه؟ قطار رو می‌خوام تشکیل بدم. برو نمیش تا خود دبی. اومدی؟ امیر این خودکار تو نزن قدم. امیر واقعا غرق میشه ولی ما طورمون نمیشه. حاجی می‌خواستم قطار دوناتی تشکیل بدم. لاشیا. هیچ کی به احساسات من توجه نمی‌کنه. چرا کاراتون برام نامفهومه. وایسا یه قطار دوناتی بیاین تشکیل بدین. تو پشت منو بگیر، پاهاتو بده من. پای امیرم تو از پشت بگیر. بیا من پاهاتو بگیرم بیا اما دندقه بگیر. دارم میام. پارو بده من. امیر بیا دیگه یک ساعت. دیگه نمیخوای که بدی. گرفتم. گرفتی؟ خب قطار تشکیل شد. قطار تشکیل شد. یا علی مدد. بریم. بزن عشقا. امیر چی بابا من میگیرم. تو دست بزن. من میخوام پارو بزنم. بابا احمد این پارو نیست. میگم امیر دو تا پاش دور کمر ما بید. خب یه چیز دیگه حس کرد. آره میشه. ریدم تو اینه. الان
مشخص بشه که کپتنه. من نگیر بابا این منو گرفته. بعد ول میکنم. تقلب آزاده. هر کاری میتونید بکنید. اولین نفری که برسه به اون کشتیه مال خودشه. 1 2 برو دیگه. منم لشیا خودم. اول امیر سوار کنیم بیام تحمل وزن به ترتیب داره یا نه؟ آره امیر از اول اونجایی تو. که من بردم ولی چون آدم بزرگواری هستم میدم اول امیر روش بشینه. بابک بیا این بذاریم اینجا امیر بلند کنیم. بیا اینجا پیش من. بای بیا پیش من. خودم میرم. نمیتونی امیر. اسکل بابا نمیتونی. اونو بگیر بابک. اسکلا پله داره تو آب. من میرم تو آب. اونجا آبه. اونجا هم نمیرم آبه بارو توش. آقا بارو. آبه. امیر سوار شو. بپر بالا. برو رو پله برو رو پله. تو آب. هنوز تو آب. بیا داخل. بشین. اونو بده من. درازه کش درازه. اونو بده من. بشین دستهاش هم بگیر. ای چپه نکنی حاجی به نظر تحمل وزن منو حاجی تحمل وزن امیر رو که داشت تحمل وزن بذار منو تست کن. نه تو من سنگین‌تر کنم. من پیاده شو. بنده 80 کیلو هم باشگاه نرفتم حاجی شما خیلی سنگینی. آب چرا توش میاد؟ این کشتی آمریکایی تستش کنم ان شاءالله که تایتانی امیره که تحمل شه. بابک رو ببینم تحمل حاجی میکنه. شنا رو حال کن. شنا رو حال کن. منم چیزی ندیدم. من کلت کرد زیرا حاجی با چون بیا تو شایی میشینی. بیا نتا. برو. آها. داره غرق میشه. حالا میرم جلو ای داره کار کشه نه بابا حاجی نمیشه. میخوای کلت اوبری حاجی داره خودش میره کجا؟ چجوری دارم کد میکنه؟ جون چالی دارم میکنم. خاک تو سرتون. فکر نکنم تحمل منو داشته باشه. بعد اول چون تو بزن اونجا که امیر تو گفتی این کارو نمی‌کنی ولی من کردی. این انگشت پام بود. نظیره فوق‌العاده است. کشتی آمریکایی هیچی بهتر از این نمیشه تو دنیا. من امیر تو همین میخوابم. ای داره میچرخه. بابک فاز کوسه گرفت. نه عزیزم. آه روز دیگه طاقت این سرما رو ندارم. نه. روز خودت اینا سایدهای مخفی فیلم تایتانیک بود که جک رفت زیر آب و روز و انگشت که نگرفت. کی هر وقت یکی دیدیم داره غرق میشه بریم پایین یه انگشت بکنیم میاد بالا. جواد توپا رو بیار. جواد توپا رو بپاش تو صورتم جواد. گوش نتونه نه؟ خیلی یه رنگ توپ انتخاب کنین. صورتی من سبز. همین تو چه رنگی؟ هر کسی که تونست زودتر توپ رنگی خودش رو جمع کنه میتونه بره سراغ توپامو سبد کجا بذاریم؟ آذوقه. پامونو کجا بذاریم؟ میریزیمشون تو کشتی. آماده این؟ نه. 1 2 3 هی! خیلی دوره خیلی دوره. یه دونه دیگه بیا مردین. اوه اینجا من برشه. بیا اینجا نکو لشی بابا آبیه. ای آبی هم داره در میره داری تو خواهیم. واقعا جواد رنگ سبز میبینی؟ میبینی؟ ای گردوش من دیگه رنگ سبزی نمیبینم فکر کنم همه جمع کردم. وقت تمام شد توپاتون رو بشمارین. خب امیر تو چه رنگی؟ زد. بذار اول من بشمارم. ببینم کی جا بذار من بشمارم وایسا. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. بابا من همه آبی ها رو جمع کردم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 وای توف امیر تو چند تا داری؟ من توشه. خب بابا نه آموز. 3 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 لشی دارم 16 18 تا سبد غذا رو بدین به من. متاسفانه باید برای جرعه ای آب و یه تیکه نون خشکی خایمالی بابک کنیم. برو با. بابی جون بابی جون خواهش می‌کنم. کش غذا بده. چرا چیپس ها اینجوری شدن؟ این الان به عنوان تیوب میتونیم ازش استفاده کنیم. نگاه زیر آب نمیره. یا نه پوکه. همین تنها چیز خوبی که بهت میتونم بدم یه چیزو. بیاین سلامتی بزنیم. باید آدم همیشه یه برادر داشته باشه که مثل کوه پشتش باشه. ای لاشی بابا. ای حداقل اینقدر واضح نشون نده رفیق. جواد خان بی‌نظیره. امیر سلامتی جمع. کیکو بیار بزنیم. امیر کجا بودی؟ آب بابا. دوستان آب با ما اهل این چیزا نیستیم. بیا خانم فیلم بردار. اول تو شروع کن بزرگتری عزیزم. بچه چه باد سردی و بابک اونجا کس که دوستان دیگه وارد مرحله سروایو شدیم. باید سعی کنیم از سرمون نمیریم تا آخر ویدیو. همین گوشه خوبه. آه یس. بیا عزیزم. چی میخوری؟ با چرا قد لجز بود دستت؟ نمیدونم. چیکار کردی لاشی بگو شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فیلم گرفتیم ریکورد نکبود. 1 ساعت داریم اینجا بلا قسمت میدیم تیم ما رفتی دور بیرن لاش. میگم حاجی میگم نظر احمد جون من برام اونجا غرق نمیشم به نظره. نمیشه. همین. بس بیاد. این چیه؟ همین. این چیه؟ یه چیزیه تو آبه. شلوار پدر برده. بابا معلومه مگه ای وای بدنم سر شده. یه دختر مستقل داخل دبی با درآمد خودش. خب امیر آماده ای؟ چی؟ میگه لباس دارم. این قایقش آمریکایی باشی غرق نمیشه. یه جواد غرق کنیم باید بیا. خب کار جوادم در اومد. خب بچه ها یکم رعایت کنیم میخوام بیام تو. آرام دوربین سلام خوبی. حاجی میدونی منطق فیلم چیه؟ فیلمه میدونی چی بود؟ فیلمه میدونی چی بود؟ ناخدا. وایسا جواد دیگه رفت تو فاز کوسه دیگه. باید یکی الان جواد بزرگترین پرابلم ما توی استخرو در حال حاضر جواده. بچه ها بارو بینم. 3 جواد ماهی 2 جواد فیش. برو 1 یا نمیره. یک دو سه بگو. من اونجا بگی اونجا در میاد. کورس ببندیم. منو جواد کورس ببندیم. کورس ببند. بریم. آقا کورس ببندین من دارم میگیرم. اگه گفتین وقت چیه؟ واقعا سرده. ما تا صبح اینجا زنده موندیم. ویدیو بعدی پابلیک شد چیز شد آپلود شد. بدونین زنده موندیم که بعد از این ویدیو دادیم. بابا ما 6 میلیون الکی پول ویلان ندادیم که از استخ بیایم بیرون. همین بار تو استخ تو چیز تو کشتی. برو من میدمت برو برو دیگه. برو دیگه. علی پربی. این همه گفتین یه شب تو استخ، این هم یه شب تو استخ. تخت خواب منو بگیر. تخت خواب منو بگیر. احمد جاش راحته. عالی بی‌نظیره. لایک صاف کامنت یادتون نره. دمتون گرم.